سلام و درود به همه هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستین و مخصوصا هموطنان عزیزم در کشور عزیزمون که امروز شاهد فکر میکنم 5مین روز قطع اینترنت هستیم و هیچ ارتباطی متاسفانه با اونها مستقیم با دوستانمون عزیزانمون که داخل ایران هستن نمیتونیم داشته باشیم و ما ایرانیان خارج نشین همچنان نگران حال اونا سعی میکنیم که صدای اونها باشیم در این روزهای سخت. میدونیم که مردم ایران همونطور که میدونین فکر میکنم وارد 15 یا 16مین روز قیام مردم ایران علیه جمهوری اسلامی. این بار به طور جدی مردم در شهرهای مختلف به خیابانها ریختند و اسم شاهزاده تر تبعید ما شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میکنن و خواستار بازگشت او به میهن و رهبری این انقلاب هستند و همونطور که شاهزاده گفته همیشه به هر حال ایشون به خاطر عشق و علاقه و نمیدونم دلایل خودشون واقعا جز عشق به ایران نمیتونم اسمی بزنم، چیزی که خب قبلا تو خانواده پهلوی همیشه دیدیم در پدرشون، پدر بزرگشون، و دست یاری در حد خودشون به سوی ملت دراز کردن همچنان که همیشه بوده، ولی این بار چون دیگه مستقیما صدای مردم ایران رو شنیدن قدم جلو گذاشتن و رهبری این انقلاب رو به عهده گرفتن تا بنا به گفته خودشون سقوط جمهوری اسلامی که بعد اون مردم با رفتن پای صندوق‌های رأی آینده ایران رو معلوم کنن که چی میخوان، پادشاهی مشروطه میخوان، جمهوری میخوان، یه سیستم سکولار جمهوری یا پادشاهی. و امروز ما به نوبه خودمون ایرانی، من ساکن شهر ایرواین هستم در کالیفرنیا، خودمو معرفی نکردم اول. ساکن یک گرد همایی تظاهراتی بود در شهر لس آنجلس جلوی فدرال بیلدینگ و من از صبح شاهد بودم که چطور هموطنانمون از راه دور و نزدیک از سندیگو که تقریبا جنوبی ترین منطقه کالیفرنیا، که منطقه جنوبی ترین هست، اومدم به این سمت که با هم با ماشین دنبال هم راه بیفتیم، بعضیا با اتوبوس، خلاصه که گروهی بریم به لس آنجلس، شهر لس آنجلس، به شرکت در این تظاهرات. و اونجا واقعا حال هوای خاصی بود. آدم دیدن این همه اتحاد و همدلی آدم واقعا به وجد می آورد، در اینه که همه نگرانیم، همه به هر حال اضطراب داریم، همه چیزه، ولی امید، شور و شوق و امید رو در چهره همه همیهنانم می دیدم و واقعا می دیدم توی این گرد همایی چطور از گروه‌های سنی مختلف، از بچه کوچیک تا پیرزن و پیرمردان، ممکنه که افراد مسنی که سالهای سال دور بودن و واقعا آرزوی بازگشت به وطن رو دارن، آرزوی آزادی
میهن عزیزمون رو دارن و خود همه همراه بودیم، راه افتادیم. یه راه پیمایی بود که به ناگاه احتمالاً خیلی زیاد همه از اخبار و اینا شنیدیم، چون تیتر اول خیلی از خبرها شده بود. من خودم به عنوان کسی که اونجا بودم و خیلی هم اتفاقا نزدیک این صحنه بودم و اینقدر شوکه کننده بود این مسئله که ما تا مدت هم که بعدش از اونجا بودیم اصلا نمیدونستیم واقعا. یعنی هنوزم من نمیدونم، هنوزم دارم اخبار دنبال میکنم ببینم چی دارم میشنوم، چه اتفاقی دقیقا افتاده. حتی ما اونجا بودیم و کسایی میپرسیم، خب خوشبختانه دیگه میدونین دیگه یه تراک، یکی از این ماشینای بزرگ یوهال که ماشین حمل و نقل و برای امریکا شرکت بزرگی که برای حمل و نقل و اساس کشی و اینا مردم ازش استفاده میکنن در سرتاسر امریکا. یکی از این ماشینای بزرگ در خلاف، یعنی حرف جهت تظاهر کننده ها، اینجوری رو به تظاهر کننده ها ما یهو دیدیم داره میاد تو شکم تظاهر، مردم جیغ داد. حالا بالاخره گفتم مردم در وضعیت مختلف، بچه ها بودن، بالاخره آدم های مسن‌تر بودن، بعضی ها مثل خود من من با خانوادم رفته بودم، مثلا من خودم مادرم مثلا با جفتمون مشکلی یه خورده از نظر راه رفتن مثلا مشکل داشتیم. خلاصه همه واقعا وحشت کرده بودن، بچه ها جیغ میزدن، گریه میکردن، یعنی خیلی خیلی صحنه بدی بود. ولی در کمال تعجب واقعا هنوزم نمیدونم چه اتفاقی افتاد و چیز عجیبتر برام چیزای مختلفی که تو نیوز، برای همین من نمیخوام قضاوت کنم، فقط میخواستم که اون چی خودم دیدم رو شیر کنم در حد خودم تا اونجا میتونم. که ما اونجا خب همه از هم میپرسیدیم، خوشبختانه این حادثه کشته‌ای به جا نذاشت. اونجا میشنیم که یه چند نفری ماشین بهشون خورده و مجروح شدن و خب آمبولانس دیدیم که اومد و چیزو، ولی گفتن زیاد بزرگ نبوده صدمه، ولی خب بالاخره چیز بوده. و بعد خیلی خیلی بعدش، یعنی مثلا چیزای مختلف، نظرات مختلف چیز شد و همونطوری که خب بعضی میگفتن خب این بعد خب گرفتن یه ذره جلوتر راننده، پلیس اومد، چون هلیکوپترها دیگه همینجور مثلا دیدیم به پرواز در اومدن، خیلی زود راننده اون تراک رو گرفتن، مردم ریختن سرش، شروع کردن. حالا من چیز نمی‌کنم ولی مردم عصبانی بودن، خب ریختن سرش و بالاخره حرفای چیز، یعنی و روی این تراک چیزی که من فقط از جلوم رد شد دیدم که، یعنی تازه اون موقع شاید متوجه اوج مسئله شدم که یعنی فهمیدم نه این قضیه خیلی چیزی که نمیشه نه شاه نه ملا و دیگه بقیهش رو نتونستم بخونم، ولی فقط فهمیدم که خب از متعلق به گروه ضد حالا پادشاهی بودن یا ضد هرچی، ضد شاهزاده رضا پهلوی بودن که خلاصه اینو جلوتر گرفتنش. بعد ولی من چیزی که برام عجیب و ناراحت کننده است حرفای ضد و نقیضی که عکس العمل خب چیز خوب خوشحال کننده، تنها یک روزه میگم پر هیجان و یعنی امیدوار کننده، خیلی در اون زمان خیلی ناراحت شدیم، خیلی شوکه شدیم همه، خیلی خیلی. ولی تنها چیز خوبش این بود که شاید کمی خوشحال بودیم که خب کسی کشته نشد. آیا این حمله تروریستی بوده چی بوده؟ عجب خوششانس بودیم که اگر نشده، اگر حمله تروریستی بوده کسی صدمه ای به طور جدی وارد نشده که
هموطنی رو از دست ندادیم در این وسط. ولی من چیزایی که دارم میشنوم بر اساس گفته و دیده های هم کسایی که اونجا بودن، کسایی که فیلم های مختلف رو دیدن توی چیز و دارن تفسیرها رو گوش میکنن، من توصیم به همه عزیزان، به همه هموطنانم اینه که ما جانب خودداری رو باید رعایت کنیم. باید یه مقدار آستانه تحملمون رو، آستانه صبرمون رو در برابر بعضی حرفایی که دیگه الان حرف اصلی زده شده، صدای مردم ایران داره به گوش همه میرسه و سعی کنیم که با درک و فهم این مسئله، اگر نظر مخالفی رو، نظر بالاخره ناموافقی رو میشنویم، یه مقدار بیشتر در برابر اون تأمل کنیم. نمیگم جواب ندیم، ولی نباید تو این موقعیت حساس آتو بدیم، خدای نکرده دست دشمن. به یک کلمه حرفی که همیشه خامنه‌ای به کار میبره، ولی واقعیت همینه. سعی کنیم اتحادمون رو حفظ کنیم و در کنار هم باشیم، نه که در مقابل هم. ما باید برای این گروه، اگر این از جانب حالا گروه مجاهدین بوده که ظاهرا تایید شده، این تکلیف اینا معلومه، پایگاه مردمیشون معلومه، نه در ایران جایگاهی که اصلا ندارن و در بین ایرانیان خارج هم حتی چیزی ندارن. ولی خب آدمایی از اول اینا ماهیتشون نشون دادن چه جوری هن. یه واقعا گروه تروریستی بودن، همیشه میخواستن که با به هر حال ایجاد اغتشاش و کارهایی که میتونستن کارشون رو از پیش ببرن. ما باید هوشیار عمل کنیم در این بین و اصلا نباید اجازه بدیم که آتویی دستشون بیاد. من شخصا راجع به مسئله که امروز اتفاق افتاد نمیخوام بیشتر صحبت کنم. یعنی خیلی خیلی حالا همه دیگه تحلیلگر شدن و هی با هم بحث میکنیم، در حد توانی که داشتیم، وقتی که داشتیم گوش میدیم، صحبت میکنیم، ولی واقعا منتظر اخبار بیشتر هستم که این چی بوده ماجرا، یعنی برای چی آخه چیزه. ولی خوشحالم، تنها چیزی که یه ذره امید در اینه که خب خیلی اون روز شیرین و خیلی در اوج انرژی و بالاخره رفتیم بیرون، همه واقعا پژمرده و ناراحت برگشتیم و وحشت زده. ولی نمیخوام امیدم رو از دست بدم و فقط امیدوارم که ما یاد بگیریم که چطور در کنار همدیگه بتونیم به طور مسالمت آمیز همدیگر تحمل کنیم. یعنی که نباید نمیگم که جواب همون ندیم، چیز نکنیم، ولی باید خیلی هوشیارانه عمل کنیم. منتظر اخبار بعدی هستیم در این مورد. همه رو به خدای بزرگ میسپارم و به امید آزادی ایران عزیزمون هم. خداحافظ.